درود دوستان، امیدوارم خوب باشید. من ژاله هستم، دکترای شیمی، مقیم آمریکا و ساکن شهر زیبای لس آنجلس. طی چند سال اخیری که مهاجرت کردم به این قضیه پی بردم که چقدر در کنار تحصیلات آموزش مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های فردی و اجتماعی جاش خالیه و چقدر نیاز داریم ما که به این دانش هم مجهز بشیم. بنابراین علاقه‌مند شدم به این حوزه و خیلی خوشحالم که شما رو در این مسیر همراه خودم دارم. در جلسه قبل از شما پرسیدم که در واقع چجور میتونید تشخیص بدید که در لحظه چه احساسی دارید، همین الان چه احساسی دارید. این در واقع پایه اصلی هوش هیجانی هست، یعنی اینکه ما احساسمون رو به خوبی و به دقت تشخیص بدیم. وقتی که احساسمون رو تشخیص میدیم به درستی، میتونیم راحت‌تر تنظیمش کنیم، راحت‌تر کنترلش کنیم و در واقع نتیجتاً تصمیم بهتری بگیریم. حالا این تشخیص احساسات در واقع خیلی کار راحتی نیست. تشخیص احساسات یعنی چی؟ یعنی این که ما بتونیم دقیقاً بگیم که چه مشکلی داریم. مثلا ما عمدتاً نمیدونیم عصبانی هستیم یا خسته ایم، نمیدونیم غمگین هستیم یا ناامیدیم، نمیدونیم مضطربیم یا هیجان زده ایم. اغلب ماها هر وقت از اون کسی بپرسه که حالتون چطوره، یا میگیم خوبیم یا میگیم خوب نیستیم یا نهایتا میگیم ناراحتیم. خیلی کلمات گسترده‌ای نداریم، در حالی که بر اساس هوش هیجانی احساس خیلی خیلی جزئی تره و ما باید اونو به دقت بتونیم تشخیص بدیم که بخوایم روش اقدامی انجام بدیم. بنابراین پله اول شناخت احساسه، ولی گفتیم که شناخت احساسات سخته. 4 دلیل وجود داره که چرا شناخت احساس سخته. مورد اول اینه که احساس خیلی سریعتر از در واقع تفکر عمل میکنه، یعنی در برابر یه محرک بیرونی در کسری از ثانیه احساس هست که در واقع بروز میکنه، عکس العمل بر اساس احساس اتفاق میفته. در حالی که وقتی که ما صبر بکنیم یه مقدار، میتونیم فکر رو که یه مقدار کنتره، بخش منطقی مغز رو که یه مقدار کنتره، برگردونیم به حوزه تصمیم گیری. تمرین عملی چیه؟ وقتی یه احساس قوی مثل ترسیدن سراغمون میاد، مثلا یه دوستی عزیزی میخواد ما رو از یه حالی خارج بکنه، به ناگهان ما رو میترسونه و ما به خاطر اینکه آمادگی اون حس رو نداریم و گفتم احساس خیلی سریعه، ممکن عکس العملی نشون بدیم که اون بنده خدا رو از کرده خودش پشیمون بکنیم و یه ناراحتی هم به وجود بیاد. اینطور مواقع یک کم مکث کمک میکنه که در واقع ما اون بخش کند مغزو که بخش تفکره وارد حوزه تصمیم گیری بکنه. بنابراین یه تنفس، یه مکث 10 ثانیه‌ای 5 ثانیه‌ای کمک میکنه که فکر هم بتونه همراه بشه با احساس و در واقع تصمیم رفتاری درستی ما در ادامش بگیریم. مورد بعدی این هست که ما با سالها در واقع توسط خانواده، فرهنگ، اجتماع ناچار شدیم بعضی از احساساتمون رو سرکوب کنیم. مثلا به خانم ها عمدتاً میگن که خانم نباید بلند بلند صحبت کنه، نباید بلند بخنده و اغلب میخوان که مثلا تو جمع ها کمتر صحبت کنه و مثلا از آقایون میخوان که اگر که ناراحت بشن، تحت تاثیر قرار بگیرن، معمولا بهشون گفته میشه که مرد که گریه نمیکنه.
خب این احساسات وقتی رفته رفته سرکوب میشه، خب میرسه به یک نقطه انفجار و یه وقت با یه تلنگر بیرونی در واقع منتهی میشه به یک رفتار بسیار بد که ممکنه شخصیت ما رو زیر سوال ببره. بنابراین دلیل دومی که تشخیص احساسات سخته اینه که ما در طی عمر و زندگیمون از طرف خانواده، جامعه و فرهنگ اجتماعمون در واقع تحت تاثیرشون احساساتمون رو سرکوب کردیم. مورد بعدی که باعث میشه تشخیص احساس سخت بشه، مورد این هستش که ما واژگان احساسی خیلی کوتاهی داریم، خیلی در واقع گسترده نیستن، واژگان احساسی محدودی داریم. مثلا همون مثالی که زدم، عمدتاً ما در جواب حالت چطوره میگیم خوبیم یا خوب نیستیم یا ناراحتیم نهایتش، ولی ما در کنار 4 احساس اصلی احساسات جزئی فراوانی داریم. حالا احساسات اصلی چیه؟ احساسات اصلی ما در واقع شادکامی هست، خشم هست، غم هست و اضطراب. شادکامی که نتیجه یک اتفاق مثبته که ما لذتش رو میبریم و خوشحالیم از بابتش. غم نتیجه چیزی هست در واقع از دست دادنی هست که در گذشته اتفاق افتاده و الان وقتی به خاطر میاریمش ما رو غمگین میکنه. مثلا عزیزی رو از دست دادیم یا موقعیتی رو از دست دادیم و الان وقتی به خاطر میاریمش غمگین میشیم و احساس غم میکنیم. مورد بعدی خشم هستش که در واقع خشم نتیجه ناکامیه. من امروز منتظر یک برداشت خوب بودم، انتظار یک موفقیت ناب داشتم، ندارم، بنابراین خشمگینم. و اضطراب هم که نتیجه اینه که ما همیشه دغدغه آینده رو داریم، همیشه یه برنامه‌ای داریم برای آینده که میگیم یعنی این اتفاق میفته، نکنه این اتفاق بیفته. همیشه از اتفاق افتادن یا نیفتادن چیزی دغدغه مندیم و این میشه اضطراب. حالا این احساسات جزئی تر شامل چیا هست؟ احساسات جزئی تر مثل تنفر، مثل در واقع حسادت، دلزدگی، حیرت، تنفر. خیلی ریز احساسات ما داریم که هر کدوم از اینها، یه جمعی از اینها زیر مجموعه یکی از اون 4 احساس اصلی هست که قبلش خدمتتون گفتم. حالا برای اینکه در واقع ما بتونیم احساساتمون رو برچسب گذاری کنیم نیاز داریم که یه لیست تهیه کنیم. به عنوان تمرین تو خونه شما میتونید یک لیست 20 احساسی تهیه بکنید که این احساسات رو توش ثبت کنید. میگم بهتون که به چه دردتون میخوره. مورد بعدی این هستش که باعث میشه که ما در واقع احساسمون رو خیلی خوب تشخیص ندیم، این هست که در فشار و استرس ما در واقع بدنمون ریاکشن خیلی شدید فیزیولوژیکی نشون میده. یعنی وقتی تحت تاثیر یک فشار و استرس شدیدی هستیم تعریق میکنیم، دستامون یخ میکنه، تپش قلبمون بالا میره، تنفسمون تند میشه. اینجور مواقع ریاکشنمون هم خیلی سریع میشه. اینجور مواقع چجوری بیایم کنترل کنیم؟ اینجور مواقع ما چند تا تکنیک داریم. یکیشو که گفتم، مکث کنیم، چند تا نفس عمیق بکشیم. این خودش یه فرصت میده که اون بخش کند مغز که بخش در واقع تفکر هست به دایره تصمیم گیری برگرده و ما در واقع با این کار میتونیم احساساتمون رو جوری بروز بدیم که در واقع به شأن و شخصیت و جایگاه اجتماعی خودمون آسیب نزنیم. تکنیک بعدی که میتونه کمک کننده باشه تکنیک تنفس مربع هست. تکنیک تنفس مربع چیه؟ یعنی اینکه ما 4 ثانیه
دم بگیریم، 4 ثانیه نگه داریم و 4 ثانیه به تدریج بیرون بدیم و 4 ثانیه مجدداً مکث کنیم و با این مکث زمان بخریم که میگم بخش کنده مغز که بخش تفکر هست بتونه وارد عمل بشه و کمک کنه در کنار بخش احساسی ما تصمیم دقیق تری بگیریم. حالا اون لیست 20 احساسی رو برای چی میخواستیم؟ ما باید بتونیم به احساسمون برچسب بزنیم، یعنی زمانی که ما دقیقاً تشخیص بدیم احساسمون چیه و اونو برچسب گذاری کنیم، اون موقع هست که میتونیم روش اقدام انجام بدیم، میتونیم روش در واقع یک حرکتی انجام بدیم که به نتیجه صحیح و مقبولی منتهی بشه. بنابراین اون لیست که انتخاب کردید زمانی که یک حالت خاصی براتون پیش اومده، مثلا تو 3 موقعیت در روز، برفرض رفتین خرید، با یه نفر برخورد میکنید، میشناسیدش و یک حسی ازش میگیرید، مثلا پیش خودتون میگید که ببین مثلا خودشو بر من گرفت، یا نمیدونم من چی کار کردم که این از من ناراحت شده. اون موقع این حس و دقیق بیاید بنویسید که چه حسی داشتید تو 3 موقعیت این چنینی، حالا در موقعیت‌های مختلف. از اون لیست استفاده کنید و احساستون رو در واقع مشخصاً بنویسید. اون وقت هست که شما میگم میتونید در واقع روش اقدام انجام بدید، یعنی نوشتن و تشخیص احساس خودش نصف مشکل رو حل میکنه. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، تو این جلسه ما به موضوع خودآگاهی پرداختیم که ستون اول هوش هیجانی هست و گفتیم که قدم اول اینه که ما احساس خودمون رو بشناسیم که بتونیم بهتر تنظیمش کنیم و بهتر تصمیم گیری بکنیم و گفتیم احساسات شناساییشون مهمه، تشخیصشون سخته ولی با تمرین شدنیه و ما نهایتاً میتونیم با تشخیص صحیح اون رو برچسب گذاری کنیم، روش اقدام انجام بدیم، تنظیمش کنیم و نهایتاً برسیم به یک تصمیم بسیار خوب. متشکرم که تا این لحظه گوش دادین. جلسه بعد میبینمت. خدا نگهدار.